همینو شروع کنیم. سلام و درود فراوان خدمت تمامی بینندگان و شنوندگان عزیز. سلام و درود. چطورین دوستان؟ میکروفونمون ببخشید. خب دو تا مهمون ویژه داریم. آقا جواد، آقا متین. چاکر داداش. مهدی که بود همیشه، علیرضا هم که همیشه بود، منم که علی همیشه بودم. خب الان کجاییم؟ چرا اینجا داریم ویدیو میگیریم؟ ما یک مثلا واقعا آره شاید جنوبیم. اینم هست شاید کثیفی دریا معلوم نیست. راهنمایی کردم فهمیدن. خب ما اومدیم شمال و اصلا این حالت ولاگ و اینا نداره. ما اومدیم اینجا که یه ویدیویی درست کنیم و بیایم در مورد یکی از اون کانسپتایی که همیشه صحبت میکنیم اینجا با هم دیگه صحبت کنیم. دو تا همسفر مشتی هم داریم که اونا هم اضافه کردیم. اینا هم اضافه. حالا اون جزء مسائلی که داخل کار میگیم. گوشی یه دقیقه گوشی لحظه بفرمایید. بچه‌ها جواد تو ویدیوی اشکال نداره. صدا رو خوب میاریم پای مشکل نیست. جواد تو پشت صحنه یکی از ویدیوهامون بود اگر دیده باشید و اینکه ما حرفمون رو عملی کردیم و اومدیم ضبط کنیم در طبیعت و چه برای شروع چه کجا بهتر از شمال. در کل خوش اومدید به چنل نورولکست. اپیزود 7 هستیم دوستان. اپیزود 7 به جز اون سری اپیزودهایی که گرفتیم و به سرانجام نرسید یه اپیزود 7 مونه. یادی بگو هر 10 اپیزود من اپیزود 10 شکل میزنم 20. خیلی خوش اومدید. میریم سراغ ویدیوهای این هفته. بدون هیچ مقدمه شروع میکنیم. علی آقا. بله ببخشید. عرض کنم خدمتتون این امروز ما میخوایم در مورد یک کانسپتی صحبت کنیم به نام آرزویی که دوست دارید برآورده بشه. خب قبل از اینکه اینو توضیح بدیم الان این جایی که ما نشستیم نزدیک به چقدر یه 2 ساعت تقریبا اینجاییم. درسته؟ لوکیشنمون باید لو بره حتما. نه. خب نمیگیم ما شمالیم دیگه. شمالی. ما 2 ساعت اینجا بودیم. من کمرم خیلی درد میکنه. میخواستم در مورد یک مسئله چرا کمرت درد میکنه؟ میخواستم بگم که آقا این تفریحات پسرانه واقعا یه موقعی خود پسرا رو هم کنترل خارج میکنه. گفتیم چیکار کنیم؟ گفتیم سنگ میکنیم با سنگ میزنیم. سنگ زدیم یه مدت گذاشتیم اینم اینم حال نمیده. گفتیم آقا این سنگای بزرگی که ببینید گفتیم بریم بزرگترش جابجا کنیم بندازیم به سمت دریا. رفتیم تلاش کردیم ریدیم. کمرمون درد گرفت و متوجه شدیم داریم وقتمون رو هدر میدیم. بخاطر همین گذاشتیم کنار و اومدیم که گفتیم آقا زودتر ویدیو بریم استراحت کنیم که کمرمون درد نگیره. در صحبتات دیگه که این کاری که کردیم خیلی اشتباهه ولی جذاب بود. خوش گذشت. آره خوش گذشت. خیلی چیزا میتونه باشه. بله. سنگ بازی می‌کردیم. ببین میخوام یکی صحبت بیار. راست بگید آقا من میکروفون رو بدم بهتون. نه اوکیه. خب حالا اینو بگم ببخشید. آقا جواد میخواد در مورد اینکه چجوری به سفر ما اضافه شد توضیح بده. چرا من توضیح بدم حالا؟ متین توضیح بده. نه شما من بگم. آره نمیدونم رفته بودم پیش متین. رفته بودم پیش متین. رفتیم پیش متین ما مهدی نبود شمال بود. من شمالم اینجا بود. ما تهران بودیم. 3 نفر اومده بودیم شمال. آره ایشون بعد ایشون که من و متین باشیم تو تهران رفته بودیم پیش هم. آره توی تهران رفته بودیم پیش هم. بعد صحبت شد متین گفت پس مهدی کو؟ گفتیم شماله. گفت شماله؟ گفتیم آره. بعد گفتش که چیکار کنیم؟ بریم پیشش. گفتم بریم. صحبت باشه. بعد گفتم پاشیم بریم و دیگه ساعت 12 گفتیم پاشیم بریم. ساعت 3 راه افتادیم. ساعت 6 و 7 اینجا بودیم.
دیگه همینجوری الکی و هوی. قضیه چی بود؟ قضیه بود که می‌خواستم بیام بیا بالا سر بیا مهدی. آقا صدا می‌خواستم بیام بالا سر مهدی یه سری بهش بزنم دوباره برگردن تهران. در همین یه حد. لحظه یه ببخشید. سر بزنم. یه سر سر رحیم. الان یک سر دیگه. اصلا صرفا قرار این بود که ما بیایم مهدی رو ببینیم به نوعی. اول می‌خواستیم قصد داشتیم سورپرایزش کنیم که خب نشد. مرام و معرفت. هماهنگ کردیم بالاخره دوری شما سخت آقا مهدی. قرار بود بیایم سورپرایزش کنیم و ببینیمشو برگردیم. یعنی اصلا نقطه چالش برانگیز ماجرا اینجا بود که ما قرار نبود بیایم بمونیم. ما قرار بود بیایم مهدی رو ببینیم و برگردیم همونو. ولی خب موندیم. قدر خوش میگذره. خلاصه که معرفت دور گرانی است که به هر کس ندهندش. به به. یا علی مدد. به 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 به. بله. خب این داستان. خب بریم در مورد کانسپتمون صحبت. آقا درگوشی صحبت نکنید. یه عالمه بیننده داریم. یه سری اون برن، یه سری این برن. زشته آقا. پشت صحنه‌ای بود نمی‌شد. پشت صحنه واقعا چیز بزرگیه حالا آخرش نشون بده. خیلی بزرگه. تا موتل قوم نو رفت. نه مسافت زیادی تا موتل قوم داریم. هنوز جایگاه مکمل. خیلی متاسفانه توی این اپیزودمون سهند رو نداریم که پشت صحنه با همون صحبت. سهند خلاصه نیومدی با کانسپت هم. آرزو. خب کانسپت آرزو قضیه چیه؟ ما الان از اینجا شروع میکنیم. هر کسی که حالا پسرا کمتر، بیشتر خانوما تولد و حساسیت دارن که آرزو و فلان و اینا. حالا ما هر کدوممون در رابطه با این که شما ادامه بده. بله یه نفر خارج شد از دست دادیم، یه نفر الان برمیگرده. خب هر تولدی برای یک نفر یه آرزوی خیلی خفن داشته که واقعا از ته دلش گفته آقا من اینو میخوام و اون تولد توی اون سن یا اون قشنگ تو ذهنش باقی مونده و وقتی که به اون قضیه رسیده یه چیز خیلی قشنگی تو زندگی براش به وجود اومده. من خودم به شخصه بخوام بگم، من تولد فکر میکنم 14-15 سالگیم بود. آرزوم این بود که مثلا یه سیستم خفن و یه پی سی، یه کنسول، یه چیزی داشته باشم باش بازی خفن بکنم. آره جان 14-15 سالگی، حالا دقیقا یادم نی. وسیله سرگرمی. آره یه چیز خفن داشته باشم. آقا من اینو آرزو کردم تو دوران سوم مثلا بگیم اول دبیرستان. آره اول دبیرستان بابام به من گفت آقا اگر معدلت خوب بشه من اینو برات میگیرم. آقا اصلا من به این رسیدم، احساس کردم یکی از قدرت‌های کائنات دست منه که هر کیو میدیدم. میکروفون جدید پیدا کردم. ایوه اون منم صدا فعال شد. اون فقط به باتریش خیلی اعتمادی آره. نیست ولی خب بعد اینجوری بود که با خودم آره با خودم خواهش میکنم با خودم گفتم که آقا به همه دور و بریام میگفتم دوستان من 1-2 سال پیش یه آرزویی کردم و الان بهش رسیدم و اعتقاد دارم که خدا دل پاک من رو توی اون سال تولد دید و الان به دستان مبارک پدرم به این آرزو منو رسوند. خیلی شیرین بود و واقعا انقدر من از این هدیه‌ای که گرفتم حس خوب داشتم، حتی تا الان که این همه سال گذشته هنوز میگم که این آرزوی چقدر خفن بود، چقدر خوب به وجود اومد و تشکیل شد و اینا. حالا خلاصه میخوایم اینجوری صحبت میخوایم اینجوری صحبت کنیم. خب ما که نبود. آره بقیه هم حالا اینجوری توضیح میدن. حالا کی میخواد بگه؟ من نکته بگم این دوباره. این آشغالو ما ننداخته بودیم. این خودش اومد به سمت ما. آره ما هدایت که مسیرشو بره. حالا من یه چیزی بگم راجع به آرزو. نه حالا بده اون وقت. سلام آرزو. سلام آرزوها. یه اتفاقی خیلی قبل‌تر برام افتاده بود که برای این آرزوه بود. من یه خاطره است و واقعا به این خاطره رسیدم. چی؟ من یه خاطره است. آره. خب بفرمایید. من یه کتابچه‌ای داشتم که این کتابچه داخلش دفترچه بیشتر. دفترچه خاطرات. آره خاطراتو می نوشتم. علی میدونه چی رو دارم میگم که کتابای زیادی داشت. آره و من تایمی که پیش علی کار میکردم به هم میگفتش که آقا تو هر چیزی که میخوای و توی این دفترت بنویس. و حالا من چون سر این چیزی که علیرضا گفت خیلی ها میگن
و تا یه حدی هم من قبولش دارم که چیزی که بنویسی اتفاق میفته. خب بذار من توضیح بدم بعد باید نه بگین. اینو خواستم یه نکته اعلام کنم که پرانتزه، خیلیا این عقیده رو دارن و نمیدونم حالا 100% واقعیه. آخه نکته مثبت داره اینجا، گوش کن. آره ببین من تو این کتاب می نوشتم مثال میزنم به طور واقعی. آقا من یه تایمی واقعا نیاز شدید به سیستم داشتم که حالا هم کار تدوینم رو خیلی قوی کنم، درسته؟ من الان فهمیدم همون تفریحاتی که داشت. آقا من نوشتم به طور خاطره اینو تو دفترچه و وقتی که آره و این قضیه برمیگرده برای 5 سال پیش 6 سال پیش و من الان خیلی رندوم اون دفتر رو باز کردم و اومدم یه گریزی بزنم یه بخونم دیدم رسیدم جدی. خیلی قشنگه و من به این نکته خیلی قشنگه. یه بعد از چند وقت به چیزی آرزوشو مثلا خیلی و خیلی یادم رفته بود، فراموش کرده بودی. فراموش کردم و اینو بگم و من برای رسیدن به این غیر از آرزویی که میکنین تلاش کردم. علی میدونه واقعا. بذار زر بزنم. اصلا از سطح ذوقی که داشت معلوم بود نه واقعا فراموش کرده بودم که همچین دفترچه. ذوقت معلومه. به بچه‌های اومدن آره و اینکه خلاصه گفتن اون چیزی که اتفاق افتاده این چی؟ یعنی میتونی بگی چی بوده که بعداً دیدی بهش رسیدی؟ همون در این سیستمه دیگه واقعا. یه مقدار دیلی داره ایشون. نمیدونم والا مهدی صدا میکنه، علی آقا صدا میکنه. اوکی حاجی با توجیه. خلاصه که اینکه واقعا این کانسپت آرزو و به خصوص نوشتنه جواب میده، ولی برای این باید تلاش کنید. چی شده؟ هیچی شما توضیح بده. و برای رسیدن به این آرزوتون باید تلاش کنید. حالا نه خب همون شو. حالا یه نکته‌ای که هست چیزی که گفتی صرفا این نیست که خب بنویسی خب حالا یا تلاش کنی. فردا همون دقیقاً یا فردا یا 2 سال یه حتما اتفاق افتاد. اینا تلاش میگم کن. طول میکشه، واقعا طول میکشه. میگم یه داستان برای 5 سال پیشه. ببین بسته به تلاشت هم داره ها. تو آره تو دیگه. دفترچه میز آقا یه بنز میوه میخوام. والا هر تلاشی چرا؟ کنی نمیرسی. من تلاشی میشناسم که به این میرسی که در موجودیت ما نیست. آفرین می‌خواستم ما تو چنین موجودیتی وجود نداره. حالا موجودات دیگه به اینجا میرسن. من میخوام آره یه سیستم تو رو که ما میدونیم چه اتفاقی افتاد و به سیستم رسیدی. آقا من من میخوام- میخوام بقیه دخالت نکن. من والا با روز من چیکار دارم؟ من میخوام از یه دید دیگه به آرزو نگاه کنم. به هر دو آره. تا قسمت بچه‌ها نگاه کن. سلام نه، یه قسمت اونجا یه قسمت اینجا. من میخوام از یه دید دیگه به آرزو نگاه کنم. چرا آرزو مثلا؟ چرا فرخ نه؟ چرا سیاوش چون ما راجع جمشید؟ به انسان فکر نکنیم. اینم نظریه واقعا. چه اسمی؟ فرخت چیه؟ فرخ فرخی که فرخ برآورده چیه؟ شده باشه چیه؟ آقا از این به بعد ما به آرزو میگیم فرخ. آقا باشه این دیگه. خوبه دیگه. در آینده فرخ یعنی آرزو. این الان خیلی فرختون رو کامنت کنید. من فرخ فرخی کامنت که داشتم اسم فرخ زیاد بود، خیلی زیاد. میگم اسم من فرخ. بچگیم خیلی دوست داشتم مثلا کنسول داشته باشم. از زمانی که مثلا پلی استیشن 2 پلی استیشن 3 بود دوست داشتم. بعد همیشه بهم میگفتن نمرات خوب باشه برات میگیریم. بعد نمرام خوب بود نمیگرفتن. میگفتن سال دیگه نمرات خوب همیشه باشه. همین بوده. آره شاید من وضعیت مالی رسیدم. خوب نبوده خب. من یه سال همه تلاشم کردم. نمره‌هامو خانواده خیلی شما خوب ایرانی کردم. نبودن. یا؟ بگی جلو خانواده شما ایرانی نبودن. یه رگ یه جای دیگه داشت. نه اصفهانی هم بودن تازه. واقعا. نه اسپانیا خیلی آدم اسپانیا عادیه. خیلی ما پول- الان خیلی پول دارن و خیلی پول خرج کنن ولی به جا. آفرین. شما اصفهانی؟ خیر. بعدش بود که آقا ولخرجی نمی‌کنن. خب فرخ ایشونو گوش فرخ بدید. من وایسا آره. قبل اینکه بگی تو داشتی راجع به فرخت بود که می‌خواستی به این داستان کنسول برسی ولی نشد. بگو بعد مهدی ادامه حرفش بزنم. بذار بعدش میگم. بذار مهدی تموم کنه. حالا من یه مشکلی دارم تو این مسئله. فرخ اوکی کردیم ها. آره نه من تو فرخم یه مشکل دارم. چه مشکلی؟ اینه که من نه اوکی هم با فرخ. بیژنش کنی؟ نه بذار وارد فرخ بشیم. جلسه بعدی بیژنش نه یه دقیقه وایسا بذار وارد فرخ بشیم. اون تو مشکل الان داره. با خاطره مشکل داشت. نه مشکل من با فرخ آرزو. نه داخلیه. مشکل آره تو فرخ مشکل دارم. فرخ تو بگی. خب همین یه مشکلی با فرخ هم دارم. اونم اینه که همیشه وقتی یک فرخی دارم که خیلی دوست دارم مثلا حالا بهش برسم هرچی یا نمیرسم
یا وقتی میرسم با یک مقدار زیادی مشکل میرسم. یعنی مثلا یه چیزی که دوست دارم داشته باشم و بخرم رو بالاخره بعد از یه مدتی میخرم و یهویی حالا یه مشکلی پیش میاد توی مثلا کار اولیش و مثلا اون ذوقی که من اون لحظه اول دارم وقتی تازه اونو به دست میارم انقدر طول میکشه تا بتونم از اون چیزی که دوستش دارم استفاده کنم. مثلا مثال میزنم، مثلا من یه کامپیوتری خریدم و خب خیلی ذوق دارم که ایول میخوام برم بشینم مثلا توش نم ردت بریزم بازی کنم، نم بتلفیلد بریزم بازی کنم، کالاف مثلا بشینم بازی کنم باش و مثلا یهویی نمیدونم یه مشکل سخت افزاری یا نرم افزاری پیش میاد مثلا سلام داشتم سنگ نگاه می‌کردم یهویی 2 ماه طول میکشه تا اینا حل شه تا من بتونم بشینم پای این تا تازه شروع کنم بازی کردن و خب این کل ذوقمو کور میکنه و مثلا موقعی که اول سیستم گرفتم خوشحال اینا ولی وقتی اوکی میشه اینطوری هم که اوکی شد. حالا خب ببین اصلا من اینو بگم، من این مشکل همیشه دارم. توضیح بدم دوستان در مورد فراخ ایشون میخوام بله. ببینید بعد یه نکته در مورد اینکه اسم عوض کردیم فرخ، کسی که بیاد وسطشو بزنه نمیفهم فرخ چیه. از اول نگاه کنید، از اول تا اینجا تا متوجه بشید فرخ چیه. این از این اصلا باشتا مهم نیست، اصلا مهم مقصود ما مهم. آفرین. اگه نمیدونید فرخ چیه برید از قسمت اول نگاه از قسمت اول آره راست میگه. از اونجا در مورد فرخ گفتیم. آره برید دیگه پیدا کنید. اگه نگفتیم خوب گوش نکنید دوباره ببینید. آقا بذاریم. خب چی داشتم میگفتم اصلا؟ راجع فرخ‌های مشکلات فرخ‌های من. اصلا ببین من نگاهم اینه تمام فرخ‌هایی که توی زندگی هست تو از کوچکترین تا بزرگترین در نظر بگیر. وقتی بهش میرسی تو یه چیزی بالاتر میخوای، یه چیز بهتر میخوای. مثلا آقا تو آرزوی همینو میخوام بگم، توی کنسول میگیری مثلا PS5 میگی مثلا PS5 همین نسخه استانداردشو میگیری، بعد به خودت میگی که خب برم اسلیمشو بگیرم حافظش بیشتره فلان و اینا. خب اسلیمشو میگیری میگی اون پروش اومده حافظش بیشتره FPS بالا خیلی خفنه گرافیک بالاتر مثلا میری پروشو میگیری، پروشو گرفتی میگی ای بابا برم PC بگیرم، برم یه سیستم خدا بگیرم، اونم میگیری. بعد از یه مدت میبینی به همه اینا که رسیدی جدید اومد مثلا نه اصلا تایشو دارم میگم. اصلا انسان کلا زیاده خواهه، همیشه بیشتر میخواد، این حالا یه طمع داره. گوریزی میزنیم تو قسمت اول. شما 2 نفر که همسفر ما شدید قسمت اول ما رو دیدین؟ ببین با کیا اومدیم پادکست ضبط کنیم. ما هستیم دیگه، همه چی رو میدونیم، چرا بشینیم فیلم ببینیم؟ من حمایت میکنم ولی راستش بخوایم فرصت ندارم. اشکال نداره دوستان، شما هم ببینید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، برای بقیه بفرستید، ویدیو اولم دوباره ببینید. ما اومدیم صحبت کردیم، قضیه‌مون این بود، حالا گریز میزنم نمیخوام تکرار کنم. اومدیم گفتیم که آقا مثلا ته زندگی با همه امکانات و پول و فلان و اینا تهش که تهش میگه خب آقا من الان به ته ماجرا رسیدم، خب بعد از اینجا چیه؟ آخه یه نکته هم هست، در واقع ته نداره. یعنی مثلا میری تو تموم شده به قول علی آقا میری PS5 میخری، سال بعد PS6 میاد. نه خب آقا ما داریم الان خورده نگاه میکنم. من میگم تصور کن تو هم درآمدت میره بالا، هم کلی امکانات میره. تو به یه نقطه میرسی که دیگه همه چیزایی که میتونی داشته باشی داری. به جایی رسیدی که امروز مثلا PS6 اومد میری کارت میکشی، همینه. به جایی رسیدی که پول انقدر زیاده که برات مهم نیست مثلا چی چه قیمتی. الان اون قسمتو میگم کارت میکشی. آره حالا اینو میگم تو قسمت اول خیلی قشنگ‌تر توضیح دادیم. قضیه‌اش چیه؟ قضیه‌اش اینه که آقا وقتی به اونجا برسی متوجه میشی که آقا چیزی که از اول باید بهش اهمیت میدادی و از دستش دادی اصلا این آرزوها و این فرخ‌ها نبوده. اصل قضیه اون آدمایی بوده که اون موقع کنارت بودن، پدر مادر رفیقات، همون رفیق چی بود؟ معرفت، دور گرانیست و فلان و اینا. آره هوای اونا رو باید داشته باشی. و بعد از تمام این ماجرایی که گذشت میگه بابا من انقدر درگیر رسیدن به این فرخ‌های متنوع بودم یادم رفت که اصلا فلانی همیشه کنار من بوده، مادرم هم پدرم هم همیشه کنارم بوده. حالا بگذریم از این مسئله. آقا من یه فرخی دارم با کلی ذوق بهش میرسم
و یه مشکلاتی پیش میاد که تا اون حل شه که تازه من بچه‌های بتونم راست و چپ توضیح بده به ما نه. سنگانم. آره مثلا به اون فرخی که داشتم بالاخره میرسم بعد از مدت‌های طولانی. آقا این باگ شخصی توه. نیست. آخه نه آخه نه، چی آخه خب همه چرا ما اصلا گفتیم ماهیت فرخ داشتن که مسخره اسم چرتی. خیلی خوبه. ماهیت فرخ داشتن اینه که تو به هر کدومش برسی میگه خب رسیدم. نه که چی؟ این مسئله این نیست. نه، میگه مسئله وسطش اینه که مثلا نه من اصلا به اون حس این که رسیدم حالا اوکی پس یه چیز بهترم نمیرسم. همون تو یعنی- الان بهش رسیدی خب میگه خب رسیدم دیگه. نه دیگه آخه نکته اینه که این تو وقتی مثلا میگم PS5 میخری یه ذوقی داری، میگیری یه 2 ماه حداقل عشق و حال میکنی، بعد از 2 ماه میگی خب حالا این یه ذره عادی شده شد برام. دیگه. من وقتی میخرم تا 2 ماه نمیتونم ازش استفاده کنم که حداقل ذوقمو خالی کنم. تو بعد فرخ‌های 2 بلند ماه مدت داری معمولا. نه والا چرا؟ مثلا حالا بهش میرسم. متوجهش فکر کن دوستانم متوجه فرخ‌ها آقا یه دقیقه دوره. وایسا اینطوری توضیح بدم. آقا یه ذره مثلا دوره. صبر کن. برای همین بذار دیر بگم. بهش میرسه بعد دیگه بهش لذت نمیده. آره نه دیگه. مثلا به موقع آقا نمیرسه. آره. تو PS5 میشه. خریدی بردی توش بازی ریختی اومدی خونه نشستی بازی کردی خیلی بهت خوش گذشت حداقل تا 2-3 ماه. خب خب هنوزم که میگذره. بله. آره حالا مثلا من میگم اینطور مشکلاتم معمولا اینطوریه. من میرم PS5 رو میخرم میرم بازی بریزم مشکل پیش میاد میگه آقا این مثلا نه به فلان دلیل کپی نمیخوره یا مثلا اکانت ها توش نمیاد. حالا من مثلا یه هفته باید برم یه جای دیگه اونم یه مشکل دوباره میرم یه جای دیگه مثلا 2 ماه کوفتم میشه اون بعد 2 ماه بالاخره درست میشه و بعد 2 ماه که بالاخره درست میشه من اینطوریم که خب ریدم توش خب بعد 2 ماه آره دیگه ببخشید آره نه دیگه خب یعنی ببین، اون ذوق این اولیه مسئله هر من خراب میره میشه سراغ اختلاف کسایی که پی سی بازن و کسایی که کنسول بازن. نه تو نه اگر کنسول باز بودی اصلا این دغدغه رو نداشتی. من سر اصلا این دغدغه رو نداشتی. میرفتی بازی رو میگرفتی بازی میکردی یا علی مدد. نه مسئله اینه که آقا اصلا نه مشکلش الان فقط پی سی و من اینا فر نیست. کنسولم آره. ببین مشکلش الان فقط پی سی و اینا نیست مشکلش در آقا یه کل مثال دیگه بزن. یه فرخ دیگه بگو. یه فرخ دیگه آقا من بگم فروخم موند. ببین مثلا هستیم با بچه‌ها. مثلا یه گوشی جدیدی رو دوست دارم که داشته باشم چی؟ یه گوشی جدید مثلا گوشی رو میخرم حالا مشکل مثلا نمیدونم مثلا یه گوشی سامسونگی خریدم و مشکل مثلا خیلی سامسونگ فنه نخرید. سامسونگ خوبه. اپل نه بد. حالا بد نیست ولی خب اپل بد. مرگ بر بد آمریکا نیست. شیائومی. گوشی نخرید. حالا چه ولش کن مثلا آقا من گوشی جدیده رو خریدم خیلی ذوق دارم میگم آقا مثلا الان مثلا ای آیش انقدر خفنه نمیدونم دوربینش انقدر خوبه فلان بعد نمیدونم حالا سر یه مشکلی من نمیتونم اکانت مثلا اندرویدم رو این اوکی کنم همین 3 هفته طول میکشه تا اوکی شه بده من بعد بخوای تو این مثال تایم 3 عینکتو هفته بزنی؟ من خب اون ذوقی که دارم مثلا که این گوشی استفاده کنم بدون اینکه استفاده کنم شما یه ذوقم مشورت خیلی- بکنی شما که اوکیه. حرف زدی عینکو بگو. شما یه مشورت بکنی عینک اوکیه. نه، من ولش کن، سامسونگ نمیخوام اکانت بگم. واسه میارم بالا. مشکل میدید چی به نظر من؟ مشکل اینه که شانسم بده اول از همه که بله خب، خودت فرخات بد شانسن. بله این یک. دو به خاطر اینکه یه موقعهایی در مورد مسائل متفاوت زود دل سرد میشی به خاطر همین بعد از یه جای بعد میگه آقا ویلش کن حالا بی خیال هستن حالا ما رسیدیم. هست. یکی این که تحملش کمه آفرین. دو این که خب بد شانس هست یعنی مشکل شخصیشه دل هر سرد دف- میشه. آره هر دفعه همینه یعنی میگه مثلا من اینو میخوام هم تحملش کمه هم دیر اتفاق واقعا دیر اتفاق میفته خب دیگه خیلی بهش حال نمونه نمیده. واقعا زیاد دیده از این آره. چیزایی که من میخوام و گرفتم زیاده. اینطوری شده مشکل مثلا شخصیشه یه چیزی دیگه میخرم اصلا. خرابه مثلا تا بخوام مثلا به پس بفرستم بعد یارو یه دونه یا درستش کنه بده یا درستشو بفرسته مثلا همون کارت همین کانالمون آره سیم کارت اومدم بخرم نه مثلا خب 2 ببین یه هفته طول قسمتی کشید. از ماجرا دیگه خیلی تخصصی میشه میره تو فضای بحث کمالگرایی. کمالگرایی چیه؟ اینی که مثلا من یه چیزی میگیرم میخوام برم یه کاری رو انجام بدم داخلش خوب میگم خب بهترین آقا برای حالت. اینکه این کارو انجام بدم با فلان چیزی داشته باشه وقتی نداره نمیتونم نه، انجام بدم. اصلا بحث در اون واقع تو بدون اون چیزی که میخوای بهش اضافه کنی میتونی کارو انجام بدی. نه ولی بحث تو توی اون نیست. باز ذهنت اشتباه تو توی متوجه شدم. ذهنت میگه آقا اگه فلان چیز نباشه نمیتونم انجام بدم. توی تمام مثالایی که زدی اینو داره و شناختی که من از شخص تو دارم و فرخ‌های متنوعی که ازت دیدم
همشون بلا استثنا این مشکل رو دارن. آقا الان چرا؟ مثلا یه نمونه دیگه میذارم، مثلا کمالگرایی نیست، بفهم. نمونه عین اینو نداشتم ولی نمونه های شبیه به این داشتم. اشکال مثلا نداره. من میام یه تفنگ بادی میخرم. چقدر این سنگا سفته. آره. خب مثلا من میام یه تفنگ بادی، یه تفنگ گازی، حالا یه تفنگ مثلا یک تفنگی میخرم. آقا ساچمه‌ای. خب میشه جونت. مثلا اینو میخرم، خیلی ذوق دارم، میگم ایول دارم میخرم، مثلا برم یه دو تا جا مثلا تیر بزنم، یه چیزی بزنم. نه خب بعد مثلا من اینو میخرم، بعد این میرسه دستم، مثلا نمیدونم فلان چیز خشابش که تیر و جا میخوره خرابه. یعنی بحث کمالگرایی من نیست، اون مشکل داره. حالا تا من اینو بخوام پس بفرستم یا درستش کنن یا یکی دیگه بفرستن، این خوش یه ماه طول میکشه. بده من اینو دقیق توضیح بدم. دوستان عزیز دفترچه ها رو بردارید، یادداشت کنید، جلسات بعدی سوال میپرسم. مسئله که در اینجا وجود داره، ببین بحث کمالگرایی فقط این نیست که تو بیای یک چیزی رو تبدیل کنی به بهترین چیز. زمانی که یک چیزی یک ایرادی داره، اون دیگه از چشم تو میفته. میگه آقا این چیزی که من خریدم، اون چیزی که اون اول بود دیگه نیست و اون چیزی که من میخواستم این نیست، پس من نمیخوامش، پس من دوست ندارم برای این وقت بذارم، دوست ندارم اینو داشته باشم. اینا همش از مشتقات کمالگراییه و این مسئله متاسفانه توی آدمای ایرانی سرشار از مثالهای متعدده و مشکل شما اینه که عزیزم باید بیای به دفتر روانشناسی بنده. آقا سوال دیگه، و مثلا جلساتو بگیری. بله. مثلا تو یه ماشین میخوای بخری، بعد ماشین رو به عنوان که ماشین نو سالمه میای ماشین مثلا از کارخونه، حتی نه دست دوم، از کارخونه ماشین رو به عنوان ماشین نو و سالم میخری و مثلا همون 2 روز اول که ماشین تازه دستت ذوق داری، دوست داری ازش استفاده کنی، باهاش بری اینور اونور، حالا هر جا مثلا دوست داری استفاده کنی، بعد یهویی متوجه میشی این ماشین نو تازه از کارخونه اومده یه مشکل موتوری داره که اصلا نمیتونی خیلی باشین ور یه قسمت دیگه ماجرا میدونی چیه؟ شانس نه من خودم میگم شانس اصلا وجود نداره، شانس از وهمیاته، من اعتقاد ندارم. من میگم این یه گریزی که توی فراخ خودم داشتم، گفتم احساس میکردم تسلط کامل به کائنات و فلان و اینا دارم. من میگم این پالسیه که تو داری به این دنیا میفرستی، میگه ای بابا دوباره من بدشانسم، ای بابا من دوباره اینجوری شدم، ای بابا این دوباره اینجوری شد، یا دوباره میشه. آفرین میگن هر چیزی که حرفشو بزنی دوباره اتفاق میفته. داستان همون یادداشت کردن است. بله. حالا فعلا شما اجازه بذار اینو بگم. من خیلی هزار نظر کردم. آیا علیرضا شما نظرت راجع به این مسئله؟ آخه یه نکته‌ای بگم، بگو انقدر این اتفاق برای من تو کل زندگیم افتاده، میگم شاهدشو دارم دیگه، خیلی وقت منو میشناسه و دیده نمونه های زیاد که این اینطوری شد، اونو خریدم با ذوق خراب. ایشونی که شاهده با حرفای من موافقه. حالا من یه چیزی بگم. بذار تمام نشده. مثلا این مشکل رو دارم، انقدر این اتفاق افتاده که یه جورایی هم دیگه ذوقی ندارم واسه چیزهای جدید. یعنی مثلا یه چیز جدیدی اگر قراره به اون پالس منفی. آره یعنی انقدر برام اتفاق افتاده، نه تنها به واسطه کمالگرایی بیا جو نزدیک رو، به واسطه کمالگرایی انقدر اتفاقات مختلف رو نتونسته کامل بکنه، رسیده به اینکه ای بابا من همیشه همینجوریه. چی گفتم؟ ببین بحث هم شما داری درست میگی، هم خودش داره درست میگه. بحث حالا صرفاً کار و فلان هم نیست، بحث فراخ هاست. من یه چیزی رو میخرم که استفاده کنم، ولی خب انقدر مثلا این مشکلی که میگم برام پیش اومده که مثلا ذوق دارم، اون مشکل داره، انقدر طول میکشه تا درست چه ذوق من خراب میشه، انقدر پیش اومده من دیگه واسه گرفتن چیزای جدید هیچ وقت ذوقی ندارم و همیشه اینطوری هم که خب حالا من میگیرم ولی من که میدونم قراره بازی مشکلی پیش بیاد. بهت یه موردی ببخشید من معذرت میخوام واقعا. شاید انقدر این اتفاق افتاده که خب اوکی، شاید تو حساسیت شاید معذرت میخوام، شاید حساسیت مهدی جان عزیزم، شاید حساسیت زیادی نشون میدی نسبت به قضیه. یعنی هر سری که میخوای بری یه چیزی بخری اینطوری که ای بابا نکنه فلان مشکل پیش بیاد، نکنه مثلا خراب باشه، نکنه فلان باشه. نمیدونم، شاید ممکنه به قول علی آقا پالس منفی، انرژی منفی، حساسیتایی که باید داشته باشم واسه اینکه مطمئن باشم اوکیه رو ندارم. نه آخه وقتی یه سری حساسیتایی که لازم آدم داشته باشه، آقا من فلان چیزو میخوام بخرم، این باید یه سری شرایط رو داشته باشه بدونم اوکیه. وقتی روی چیزی حساسی
اینطوری که خب نکنه اتفاق بیفته، هی استرسشو میکشه فلان اتفاق میفته دیگه، نمیره رو حساب بدشانسی و فلان و اینا، هی داری اینو تلقی میکنی که آقا نکنه من برم PS5 بخرم مثلا چه میدونم دیسک خانش خراب باشه. اوه فارسی گفت. دیسک خان فارسی رو پاس بداریم. عالی. بله خب نظر من علیرضا رو بپرسید. حالا من از اونجایی که دست خودت باشه. از اونجایی که 20 سال مهدی رو می‌شناسم، این اولین بارم که خونه عزیز با هم آشنا شدیم، مام بزرگمون، اینی که میگه واقعا درسته که آقا یک سری مشکلات براش پیش میاد و خودم دیدم. بذار من خودم مثال بزنم، میشه امکانش هست؟ بله یه خاطره یا تعریف یه کنم مثال که- کوچیکی دیگه بزن. فرخ ما من بچه بودم خیلی دوست داشتم دوچرخه داشته باشم، بعد خانواده‌ام برام دوچرخه خریدن ولی دخترونه بود. مثل که مهدی واقعا از دار این دنیا شانس نیاورده. از یک پیجی چون کار حالا کاسپلی و اینجور چیزا میکردم، یک وسیله ای سفارش دادم از این تفنگ بادیا. خب بعد چیزی که تو اون پیج زده اون یه چیز خیلی خفنی بود، منم انتظار داشتم که اون تبلیغات فیک تفنگ آره خیلی خفن بود. تبلیغ میشه آقا، تبلیغ میشه. توضیح راجبش. و تک زن و از این چیزا. نه اسم پیج اعلام نکرده که. نه بعد خود جنس هم نگو. من توقعم از این جنسی که قرار درام بیاد، این تفنگی که آقا. قرار بیاد، خیلی توقعم بالا داشت. بود. خیلی توقعم بالا بود چیکار و کردی؟ تصور میکردم که آره با این چه ویدیوهای خفنی میتونم ضبط کنم که ضبط هم کردم، ولی جنسی که برای من اومد اون جنس نبود، خیلی فرق داشت. و من اون یه روز اول تو خودم بودم که چرا من 5 میلیون اون زمان 5 میلیون پول دادم و یه همچین جنسی دستم. مرفع بیدر. چی؟ هیچی بفهم. البته این نکته رو بگم که این به شانس یا انرژی منفی تو ربطی نداره، اون تبلیغات فیک بوده ولی خب نه میخواد یه نکته بگه. و اینو میخوام بگم که آره همون در تایم بگم مثلا 5 6 ساعت فقط ناراحت بودم، گفتم آقا این که تیره رو میزنه، خشابه که جاش میره، استفاده می‌کنه. همون همون کار قراره همون کاریو بکنی تو ویدیو میخوام. بهش دیگه فکر نکردم، گفتم اما استفاده رو میکنم. خیلی قبول دارم من اینو. پذیرفتن. این که بگه خب آقا این اوکی نیست ولی باشه من با همینم لذت میبرم. اوکی. تو یه مشکلی که داری آقای مهدی با فرخات اینه که وقتی این فرخات به شکلی که میخوای نیستش لج می‌کنی باشون. رهاش میکنی. نه رهاش میکنی، میگه تو اونجوری که میخواستم نبودی، خب دیگه من به کاری خب ندارم. آخه با نکتهش کاری همینه ندارم. دیگه، اگر اینطوری باشه که خب میدونید زندگی آدم واسش عادی میشه. نکته خوبش اینه که تو وقتی یک فرخی داری و نه بهش مسئله میرسی، دقیقاً همینجاست. مهدی قرار نیست همیشه همه چی خوب پیش بره که. آفرین. ببین دوباره برگشتیم به بحث خب کمال اگه اینطوریه گراییه. که خب بالاخره یه موقع‌هایی لازم الان باشه. علیرضا چی نه. گفت با می‌دونی؟ همون ساخت. بذار مثال علیرضا با بزنم. همون ساخت. بذار مثال بزنم. مهدی نمی‌تونه ببین باش من میگم قاعده دنیا آقا خیلی قشنگه. من میگم قاعده این دنیا این شکلیه که من میام میگم آقا من پول میخوام، باید به پول برسم، باید به یه عالم پول برسم. 10 سال 20 سال 30 سال کار میکنم به هیچ پولی نمیرسم. چرا؟ قاعده این دنیا چیه؟ اینه که دنبال هر چی بری ازت فرار میکنه و هی بگی آقا چرا من چیزایی که میخوام کامل نی، من چیز کامل میخوام، من میخوام از همه اول لذت ببرم، من میخوام فلان باشه، من انقدر حرفشو میزنی تو میگه دنیا میگه تو اینو دوست داری، خب ما بهت نمیدیم چون میخوای بهت نمیدیم. ولی وقتی بگی آقا مشکل داشت عیبی نداره، خراب بود عیبی نداره، بد بزنی بود تو ذوق عیبی دنیا. نداره، هر چی شد یه برهه‌ای رو بگذارین دنیا میگه آقا این انگار اوکی شده بدید بهش، همه چیز اوکی به فراتر از اوکی بهش بدید. چرا؟ چون دیگه کلن از این قضیه میگذری که بخوای اون حتما چیزی که میخوای باشه. اینه نکته بعدی که در مورد پول گفتم. یک سری از این چیزایی که توی فرخ، چقدر فرخ و جدی میگم من یه سری چیزایی که در مورد فرخ وجود داره اینه که تو هدفت موفقیت باشه به پول میرسی، خب ولی اگر هدفت پول باشه به موفقیت هم نمیرسی، به پول هم نمیرسی. پس چی؟ هیچ. پس مسئله اینه که یک هدف درست رو پیدا کنی، دو به حواشی گیر ندی، سه درگیر این نباشی که حتما اونی که تو ذهنمه باشه. خب تا اینجا فعلا این مشاوره برات کفایت میکنه. بگذاریم بریم سراغ فرخ آقا جواد. نه فرخ من بودم، من تو تو نوبت هم بودم. موندی. بفهم
یه نکته ای اگه قرار باشه همه چی همیشه خوب پیش بره و انسان هیچ چالشی تو زندگی نداشته دوباره باشه، علیرضا رو از دست دادیم. من در مورد این حرف انسان یه لحظه وایسا، انسان اگه قرار باشه گذشت هیچ کنیم. چالشی تو بله. زندگیش نداشته باشه که خب منطقی نیست. اگه قرار باشه هیچ مشکلی وجود نداشته باشه، تو یه چیز سفارش همه چی به خوبی و خوشی پیش بره، که یعنی چی؟ چه چالشی تو زندگیت پس تو داری؟ خب من اینو خریدم دمت گرم، بهترین حالتش بود فلان. چه قشنگ. منظورش اینه که خود این چیزای بدی که پیش میاد یه چالشاییه که واسه درگیر شی. چه قشنگ. شاید تو اون اینا چالشه نکته به جالبیه. نکته یا این نقطه‌ای رسیدی. اصلا آفرین، این چالشه شاید باعث شه یه اتفاق شاید دیگه کمکت بیفته کرد که اون تو واسه زندگیت. خوب باشه. آفرین. آره اوکی. اصلا بذار یه چیز جالب بگم. خیلی از این چالشه باعث میشه اصلا آدمای درست وارد زندگیت بشن. تو مثلا تصور کن گوشی میخری، گوشی از همون اول خراب بوده. خب حالا ما کاری نداریم، دارم یه مثال میزنم چون خیلی از مخاطبا اینو میپسندن. تو میای یه گوشی میگیری، این گوشی خرابه، آدم مجردی هم هستی، اصلا هم دنبال این نیستی که با کسی بری تو رابطه و ارتباط و فلان اینا، میگه همه چی اوکی و همینجوری داری زندگی میکنی. گوشیه که خراب شده، میری توی یه فروشگاهی، فروشنده یه خانومیه، این گوشی رو میدی بهش، میگه که آقا اینو خانم ببخشید خانم این گوشی من مشکل داره و فلان و اینا. این گوشیه رو که میبری اونجا، به واسطه این مسئله هی رفت و آمد اونجا پیدا میکنی، هی باعث میشه که مراوده لفظی داشته باشی با اون فروشنده و به مرور زمان همین مسئله باعث میشه با اون فرد آشنا به بشی. خاطر یه چالش و شاید همین اتفاق چیده شده و تا اون فرد مورد نظر زندگیت رو دقیقاً پیدا همینه. کنی. مهدی میگه خب چالشه ولش میکنم تمام میشه میره. دو تا نکته. شاید یکی اون که- چالشه چیز باشه. قشنگه. چیزی که تو گفتی شایده، خب حتما نیست که بدون ما اصلا حتما نداریم یه آخه، اتفاق توی چی جالبی حتما قرار نداریم. توش بیفته. نکته دوم در مورد حرف توی که میگه خب یا اون نمیشه خراب. همیشه همه چی اوکی باشه، اوکی، ولی نمیشه همیشه هم همه چی خراب باشه. نه بابا یه یه بار، نکته دو بار بگم، باید اوکی باشه دیگه حداقل. ایشون میاد دفتر روانشناسی بنده، جلسه بعدی توجیهش میکنم، جلسه بعدی میاد همه حرفاشون زد و نقیض درست میکنه و ایشالا بهبودش رو ببینید و اینجا تبلیغ میکنم دفتر روانشناسی بنده رو توی ماشینمه. بله. دقیقاً می‌خواستم آه، بگم. و یه چیزهایی توی ماشین گفتمان میشه و بسیار تاثیرگذاره. کسی رو راه نمیدم، باید شناخت اولیه داشته باشه. من علی آقا تمایل داری یه اپیزود تو ماشین بگیریم؟ خیلی موافقم. اگر موافقید کامنت کنید. اگر خب نمیشه 1000 تا کامنت نمیخورید. اگر 50 تا ما میگیریم ولش کن. نه حالا بذار درگیر شن آقا، 50 تا کامنت ماشین بذارید، ویدیوی بعدی تو ماشین و یکی از اون چیزای روانشناسی رو میذاریم. خب آقا یه دقیقه اجازه بده، آقا جواد یه مقدار رفته تو خلسه خواب، بذار فراخشو بگه. خواب نیستم ولی خب دیگه حرفا خیلی دیگه تکرار شد، بعد من خیلی اینا رو شنیدم والا. بچه‌هایی میبرم نام. آره فرخ من خیلی آدم فرخی نیستم، همیشه تو دو چیز میکنم، کارامو انجام میدم. مثلا چه میدونم، علیرضا گفتش که مثلا من یکی از فرخام این بود مثلا یه تفنگه رو بگیرم و بیام و باهاش تولید محتوا کنم و فیلم بگیرم و اوکی کنم. بعد سفارش دادم، اون چیزی که میخواستم در نیامد. مثلا یکی از صحبتاش این بود من هیچ موقع چیزی رو سفارش نمیدم، مثلا میرم خرید حضوری. چرا؟ چون این مشکل پیش نیاد. مثلا فرخ نمیکنم واسه این قضیه، تلاش میکنم واسه این قضیه. خیلی تو دو میرم. برای اون مشکلی که میگیم راهکار هست. برای مشکلی که میگیم راهکار هست. یه سری فروشگاه‌ها امکان مرجوعی کالا رو دارن. خب باشه، من اصلا اعصاب این قضیه رو ندارم، میرم اونجا نگاه میکنم اینا اون چیزی که میخوام هست یا نه. اگه خواستم میخرم، اگه نخواستم نمیخرم. اوکی شما خودت حضوری انجام میدی. اون فراخ یه دوست داری حضوری انجام بدی، چی بودی که بهش رسیدی؟ یه نکته بگم، آخه فراخ‌های حضوری بود. اصلا خیلی فراخی نیست، یعنی اصلا اینطوری که داره تو گوشی میگرده، برو سراغ سالیانی یه پیش. چیزی میبینه میگه سالیانی این خوبه بگیریم. کلا فرخی 5 نیستم. سالت بوده، کلا 4 سالت بوده، فرخی نیستم. 3 سال، تو دو 2 سال، هر چی بابا، دارم اتفاق میگم افتاده. دیگه. 3 سال. باور کن. بی فراخه. جاست توییت فقط. اینطوریه که داره میره یه مغازه‌ای مرسی مثلا یه جواد چیزی می‌فهمم. داره. و اینو بگم آدمی که توی زندگیش فراخ تو پرانتز آرزو نداره، آدمی که این زندگی
مسائل متفاوتی رو به مرور زمان بهش اضافه میکنه. میدونی چرا؟ واسه که تو خواسته این دنیا نداری و میرسه به کجای ماجرا؟ اینجا که گفتیم زندم دارم زندگی. نه میرسه به اونجایی که گفتیم پولو نخوای بهت میده. زندگی تا یه جایی بهت سخت میگیره، بعد از یه جایی میگم بابا این خیلی کارش درسته، همه چی بهش بدی. فرخ نه، انگار واقعا فرخ نره. و این چیزیه که همه آدما باید بهش برسن. رها کنی کلا میگه آقا من نه فرخ دارم، نه آرزو دارم، نه بیژن دارم، نه چیزای دیگه، زندگیمو میکنم آقا. و اگر این مسیر رو جلو ببری، حالا زندگی میاد به جای تو فرخ ایجاد میکنه و میگه خب آقا تو اینو دوست داری، من اینو میذارم تو مسیرت. تو اینو میخوای، من اینو میذارم تو مسیرت. و چه زمانی این اتفاق میفته؟ زمانی که این زندگی و کائنات و خدا به این نتیجه برسه که تو واقعا اینو گذروندی. یا علی مدد. خب بریم سراغ فرخ نهایی. یه چیز در مورد جواد بگم. بفهم. ببین مثلا اینطوریه که مثلا داره راه میره بعد تو مغازه چیزی میبینه. بچه‌های این برام گناه دارن. من کلا سنگار دارم نگاه میکنم. آقا سنگای اون برام دیوار رو نگاه میکنه. سنگ اونجاست. آره. خب مثلا میگم جواد اینطوریه که داره میره تو خیابون یه مغازه یا میبینه، بعد اینطوریه که مثلا یه چیزی هست جالبه، میره میبینه، اگه خوب بود میخره یهوییه. یا مثلا نشستیم، مثلا من میام یه چیزی بهش نشون میدم، اینو دیدی باحال جدید اومده، بعد میگه چه باحاله، مثلا یه مشخصاتشو میخونه، خوب بود میخره. خیلی میگم وقتی میگه تو همینه یهو. آره خیلی جالبه. من این شخصیت رو خیلی حال میکنم. آقا جواد میاریم بازم. جواد بی فرخ رو کامنت کنید. منو نمیاری؟ شما هنوز فرخ رو نشیدید. آها بله. پس دیگه فرخ جذاب باشه تا میاریم. یهویی بودن جواد از همین که الان اینجاست میشه. یعنی نمونه کار همین الان. نمونه کار همین الان. 6-7 ساعت پیش تهران بوده. اینطوری که بریم حله ما من میخوام به این دور ساعت کنم، به اون دور ساعت کنم. ما 2 نفر از دست دادیم به واسطه اینکه یه دوربین هم از دست رفت. خب و اشکالی نداره، ما تو وسط ماجرا، تو واقعی ترین حالت و به شیواترین شکل ممکن فرخ ها رو به شما ارائه میدیم. فرخ آخر. اوکی دوربین تنظیم نور. بله. برو. در اینکه یه تنوعی بشه، یعنی خب بچه‌ها همه گفتن آقا یه مشکلی بوده فلان، من یه فرخ تو بچگی میخوام بگم که اتفاق افتاد. یعنی داستان چی بود؟ من یه هتل دیدم تو بچگی. ای بابا. خب آقا اینو نگاه کن. من به این ور قول دادم به این ور بگم فرخ. اون ور دیگه نه. آره حالا دارن میبینن دیگه. دارید میبینید. خب بفهم. یه هتلی دیدم که نسبتاً هتل شیک و مجللی بود و خب ما اونجا یعنی سکونت نداشتیم، سکونت موقتمون اونجا نبود. یعنی خب بچه‌های برات دست دوباره بچه‌های بر فرخ ایشون تلس شده. فکر کنم یه خبرایی هست. خب بعد آره هتل شیک و مجللی بود که من به خودم گفتم که متین چی میشه یه روز مثلا با خانواده بیای اینجا، مثلا نمیگم حالا با بهترین هواپیما با بهترین فلان، ولی صرفا هتل این هتل باشه که فکر کنم 1 سال یا 2 سال بعدش مامانم اومد یه خبری رو داد، گفت متین ما داریم میریم مشهد ولی بهت نمیگیم جزئیات داستانو، صرفا میریم و حالا خواهیم دید چی میشه. یه سوال، آرزوها رو گفته بودی به مادرت فرخ دوست داری؟ آره داشتیم رد میشدیم از اونجا، من اون هتل رو دیدم گفتم، یعنی بیشتر تو دلم گفتم، ولی خب مثلا خب خانواده اینجوری بودن که چرا وایسیدی نگاه میکنی، مثلا خوشت اومده؟ گفتم آره خیلی دوست دارم یه روز مثلا بیایم اینجا و فلان اینا. کجا؟ اون هتل دیگه. اوکی. آره بعد یه لحظه فرخ رو گم کردم. فکر کنم به این کارما به من گفتی دیلی دارم. آره آفرین. چقدر زود برگشت. بعد 1-2 سال گفتم، مامانم اومد به من گفتش که آقا یه همچین داستانیه ما داریم دوباره میریم مشهد، ولی خب جزئیاتو بهت نمیگیم، بیا بریم مشهد حالا اونجا خواهیم دید چی میشه. ما رفتیم و با هواپیما رفتیم، معمولا با قطار میرفتیم، با هواپیما رفتیم و از فرودگاه یه تشریفات شیک و مجللی تا دم هتل بود و من وقتی رسیدم هتل
اینجوری بودم که نه این امکان نداره، صرفا یه آرزوی بچگونه بوده مثلا اینا. ولی واقعا ما همونجا به مدت 3 روز اقامت داشتیم و خیلی به نظرم جذاب بود برای خودم. چه حالی داشتی وقتی به این واقعا فرخ رسیدی؟ ببین واقعا حس خوبی داشتم. همونطور که شما گفتید وقتی سیستمو خریدید خیلی ذوق داشتم قبلش، بعد خیلی حال داد بهم، یا علیرضا گفت سیستم پی سی شو خریده و فلان، همینطور که بچه‌ها گفتن منم واقعا ذوق خاصی داشتم، چون بالاخره یه چیزی بود که فرخی بود که دوست نبود و انجام شده بود و خیلی حس خوبی داشت. آره تموم فرخامون تموم شد. من یه اطلاعات عمومی بگم. بفهم. می‌دونستین که واحد پولی روسیه به پول ما 1400 تومنه؟ خب که چی؟ یعنی اونا هم به اندازه‌ای که ما بدبختیم بدبختن. نه تقریبا یکم، آره تقریبا یکم بالاتر. خب نکته اینه که اونجا که پول ما خیلی به پول اونا نزدیکه و تقریبا من شنیده جا شد. هزینه ها تو این کشور و اون کشور یکیه. میشه گفت که ما میتونیم بریم اونجا هم زندگی کنیم با حال روسیه، یا یه باد بریم. کامنت کنید روسیه نه یه سفر همینجا میریم. علی آقا نظرت یه اپیزود تو روسیه داشته باشیم؟ میریم. همین مستقیم میریم. روسیه میخوای یه اپیزود نباشی؟ خیلی خوشحال شدیم. بچه‌ها اگر دوست داشتید چنین چیزاییو، یعنی اینکه بیایم مثلا جاهای متفاوت، جای این شکلی که مثلا اینجوری جذب بشید، اگر دوست داشتید بگید ما بیشتر این کارو کنیم. این یه نکته بعدی، اگر کار روانشناسی داشتید به خودم پیام بدید تو ماشین. یه نکته جان فرخم خوب بود. بله عالی. فرخ از همه قشنگ‌تر. منم میاریم پس. بله. ببینیم نیارن خودمون میاد. شاهد هستیم، بیننده شاهد. آقا من نیاوردن حمایت نکنید. خلاصه 3 تا کامنت داریم. الان مگه ما رو آوردن؟ کامنت اول 50 بار بنویسید ماشین تا تو ماشین ویدیو بگیریم. 2 کامنت بعدی روسیه، میریم روسیه اون ور دریای خزر. هر چی بیشتر با سربازش قراره پادکست آفرین با سربازا یادتون باشه ما با کسای دیگه توی روسیه کاری نداریم. خب نکته بعدی یه کامنت دیگه هم داشتیم. طبیعت قشنگ. نظرتون راجع فرخ چیه؟ فرخ‌های خودتون رو بگید به ما توی ویدیوهای آینده میایم در مورد فرخ‌های شما صحبت می‌کنیم. بچه‌ها از همین قاب از جواد و متین عزیز خیلی تشکر میکنیم که در پادکست اگر ما دوست دارید باشه بگید جواد با عزت، متین با عزت باشن. و خیلی رندوم از تهران پاشدن یهو اومدن شمال. خیلی ممنون بابت تماشای این ویدیو. عزت متین با همت. آفرین خیلی ممنونیم. آقا دارم گم میخورم. این دفعه اومدیم سمت فیلم برداری این داستانا، از دور که داریم میام شما بگید چاکر داشت. اونا که میدونن چاکر داشت. بچه‌ها خیلی خوشحالم که این ویدیو رو اومدیم اینجا ضبط کردیم و امیدوارم شما هم لذت برده باشید. بدون مقدمه ویدیو رو به پایان میرسیم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. نه دیگه ما غیر بدون قانونی. علیرضا چالش داره. یه دونه بریم تا اپیزود بعدی. خدا تا اپیزود بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. تا اپیزود 8 لایک کامنت. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.